در جنگ اوکراین و روسیه تاجیک‌ها هم از جانب اوکراین می‌جنگند، هم از جانب روسیه. و در گذشته ما می‌دیدیم که در سوریه و عراق هم بودند و همین شب و روز در سوریه باز همین خیلی یک زدوخوردها با وجود آمده است و حالا برملا در همین رسانه‌ها در شبکه‌های اجتماعی معلوم است که تاجیکان نیز آنجا حضور دارند و از هر روزه خبر یعنی نشر میکنند. و عموما نظر شما به همین تحولات یعنی اشتراک تاجیکان در جنگ‌های خارجی در خارج چی است و در سوریه چی میگذرد از نظر شما؟ آیا آنها واقعا اپوزیسیون یا نمیدونم؟ میخواستم در این باره نظر شما بفهمم. ببینید، در عموم نظر من درباره اشتراک تاجیکان در جنگ‌ها، در هیئت گروه‌های نظامی، در هیئت ارتش‌های کشورهای خارجی حتی رسمی هم باشد، من مخالف هستم. این یک پدیده در عموم پدیده مثبت نیست و من خیلی دلم می‌خواهند که تاجیکان فقط به ارتش تاجیکستان خدمت کنند، در داخل کشور باشند. اما واقعیت یک چیزی دیگر است که دیگر به خواهش من و شما ربطی ندارد. واقعیت این است که یک قسمت از تاجیکان ما در هیئت ارتش روسیه، واگنر و گروه‌های مزدور دیگر علیه یک کشور مستقل اوکراین می جنگند، کشوری که نسبتش تجاوز شده است، یک کشور بیگانه دیگر تجاوز کرده است، ولی متاسفانه هموطنان ما در هیئت ارتش روسیه علیه یک کشور مستقل جنگیده ایستادند که اوکراین برای وطن و استقلال آزادی خودش می جنگد. و همچنین در طرف اوکراین هم تاجیکان هستند، می جنگند. اونهایی که شهروند اوکراین هستند، اونهایی که شهروند روسیه هستند، فقط شهروند روسیه، یعنی شهروند تاجیکستان نیستند، پس اونها شهروند روسیه و اوکراین هستند و ما درباره اونها چیزی گفتن نمیتوانیم. اونها دیگر از وطن دومی خودشون حمایت میکنن و حق آنها است، وظیفه آنها است. اما اونایی که دو شهروندی دارن باید در اینجا ببینن که اشتراکشون در این جنگ برای مثال از طرف روسیه ضد اوکراین تا کجا به منفعت‌های وطن دیگرشون تاجیکستان هست. اگر در هیئت مثلا دو شهروندی دارد تاجیکستان و اوکراین، از طرف اوکراین می جنگد، حداقل یک دلیل هست که وطن دومش نسبتش تجاوز شده است، استقلالیتش زیر سوال رفته ایستاده است. روسیه به اوکراین هجوم کرد، 4 ولایت روسیه را گرفت، کریم را گرفت، نه اینکه اوکراین هجوم کرده باشد. این افسانه‌ای که ناتو می آمد و مثلا غرب می آمد و اینا رو کنار بگذارید. شوروی هم در وقتش به افغانستان هجوم کرد زیر شعار همین که امریکا اگر ما یک روز دیر میکردیم امریکا می آمد. امریکا هم به مثلا هجوم کرد به عراق و به سوریه و لیبیا و به جایهای دیگر زیر شعاری که اگر ما هجوم نمیکردیم اینا بمب‌های شیمیایی و اتمی اینا میساختن. این افسانه رو کنار گذاشتن در کار. تجاوزگر است. چه شوروی به افغانستان تجاوز کرده باشد، چه امریکا به عراق تجاوز کرده باشد، چه روسیه به اوکراین تجاوز کرده باشد. یگان شعار در اینجا دلیل شده نمیتواند. اما اون شهروندی تاجیک که شهروندی اوکراین هم دارد، حتی شهروندی ندارد اما در اونجا زندگی میکرد یا حتی زندگی نمیکرد و میخواهد به یک ملت سربلند و استقلالخواه اوکراین در مقابل یک تجاوزگر کمک کند. من در اینجا حرفی ندارم، حتی پشتیبانی هم میکنم. اما در بیاید یک نفری که شهروندی روسیه نیست یا هم شهروندی تاجیکستان هم روسیه هست میاد در پهلو یک تجاوزگر قرار بگیرد علیه یک کشور مستقل، این واقعا جای شرم و جای خجالت است. اما اون شهروندان تاجیکی در برای مثال در سوریه می جنگند، خدا را شکر حالا داعش سرکوب شد. حداقل در سوریه، در عراق داعش سرکوب شد، ولی پرهاش در منطقه ما مونده است، با خصوص بخش داعش خراسان در افغانستان، در جاهای دیگر. اما در سوریه دیگر یک سازمان با نام داعش وجود ندارد. اگر می بود مثل پیشینه و تاجیکان با اونجا می رفتن، در گذشته من بارها گفته بودم که رفتن به هیئت داعش از طرف تاجیکان هم خلاف ارزش‌های اسلامی هست، هم خلاف ارزش‌های ملی و انسانی هست. اما حاضر بسیاری از شهروندان تاجیکستان باید اعتراف کنیم که دیگر جای برای رفتن ندارند. وطن بروند در دست اون ظالمان
کشور خودمون میافتند، در روسیه باقی بمانند همون طور، در یگان کشور دیگر آنها را قبول نمیکنند و حالا آنها دنبال یک جای هستند که حداقل یک جای امن برای زندگی باشد و باز در پهلوی آن بتوانند یک کاری نیکی را انجام بدهند، کاری فرهنگی، کاری نمیدونم درس بخوانند، چه درس اسلامی باشد چه درس تکنیکی باشد، یک کسب بیاموزند، یا اینکه برای یگان ملت مظلوم کمک کنند برای رسیدن به استقلالت آزادی. این ملت مظلوم میتواند اوکراین باشد، این ملت مظلوم میتواند ملت مظلوم سوریه باشد که واقعا در برای آزادی و استقلالت خودش برای رهایی از یک دیکتاتور مبارزه بردند، شهید دادند و چقدر عذاب کشیدند و امروز مبارزه خودشون رو دوام داده ایستادند. و اگر به این ملت‌های مظلوم دیگر راه نیست میخواهند کمک کنند، من 100% در پهلوی آنها خواهم بود و از این حرکت آنها پشتیبانی میکنم، به یک شرط، به شرط آنکه به هیئت گروه‌های واقعا هم تروریستی که هیچ ربطی به اسلام ندارند به آنها شامل نشوند، مثل داعش. اما یک گروه مبارز، یک گروه سیاسی اسلامی یا گروه سیاسی مبارز دموکراتی ملی که مثلا روسیه اونها رو تروریست میگه، حکومت تاجیکستان تروریست میگه، حکومت بشار اسد اونها رو تروریست میگه، این معنی ندارد که تروریست است. مثلا همین حکومت ها ما رو هم تروریست میگن، خب بعد چی؟ همین حکومت ها نوالنی رو هم تروریست میگفتن، حتی هم پیرزن و پیرمردهای مبارز رو هم اینا تروریست مینامند، اما معنی ندارد که اینا تروریست هستند. اینها گروه های مبارز آزادی خواه هستند که باید پیش از همه در وطن خود مبارزه برند، مبارزه سیاسی نظامی، اما چون شرایط ندارند، چون امکانیت نیست، اینها تقدیر اینها رو پرتافته است به این یا گوشه دنیا، یکی رو به اوکراین، یکی رو به سوریه، یکی رو به عراق، یکی رو به افغانستان. اینها میخواهند به وطن برگردند، در وطن خود زندگی کنند، اما فعلا شرایط همین گونه است که میخواهند هم زندگی کنند در اونجا، درس بیاموزند، کار کنند و یا با تقاضای زمان باید به اون ملت‌های مظلوم هم مسئولیت ایمانی میدونن، مسئولیت انسانی میدونن که کمک کنن تا اینکه اون ملت‌ها که به پیروزی رسیدن شاید یک کمک برای رسیدن به پیروزی ملت‌های ما هم شود. من این رو هم بگم دوستانی عزیز، در کجای یک دیکتاتور شکست بخورد من خرسند میشم. فرق ندارد اون دیکتاتور در مثلا روسیه هست، اون در سوریه هست، در تاجیکستان هست، در کجای هست، اگر یک ملت مظلوم، یک ملت مبارز پیروز شود من خرسند میشم. اگر یک دیکتاتور ضعیف شود من خرسند میشم. چرا؟ برای ضعیف شدن یک دیکتاتور، مثلا روسیه گرفتار جنگ با اوکراین خودش رو کرد، دیگر حضورش در سوریه ضعیف شد و دیگر امکانیت همزمان هم در اوکراین جنگ کردن و هم در سوریه جنگ کردن رو از دست داد و همین یکی از عامل‌های شکست بشار اسد در حلب و پیروزی مبارزان سوریه و مبارزان تمام جهان که در اونجا حضور دارند عامل پیروزی آنها شد و من فکر نکنم که از روسیه توانی اون رو داشته باشد که بتواند یک کمک لازمی رو به حکومت بشار اسد کرده باشد. خب وقتی که روسیه ضعیف می شود، بشار اسد ضعیف می شود، دیگر دیکتاتورها در سطح جهانی ضعیف می شوند، شما مطمئن باشد که از این کار امام رحمان و دیگر دیکتاتورهای ما ناراحت خواهند شد، اونا ضعیف می شوند. همونطوری که ببینید یک گروه مبارز در یک گوشه دنیا، چه این اوکراین هست، چه در افغانستان هست، چه در سوریه هست، در یک گوشه دنیا، حتی در نمیدونم امریکای لاتینی هم باشد، در افریقا هم باشد، اگر پیروز شود، سربلند شود، دیگر ملت ها چقدر روحیه میگیرند، چقدر موتیواسیون با وجود می آید برای مبارزه. وقتی که در منطقه ما یک انقلاب می شود، در گرجستان، در قرقیزستان، در ارمنستان انقلاب می شد، ما چقدر نیروهای ملی تاجیکان چقدر روحیه می گرفتند. همه ما اپوزیسیون تاجیک، پیمان، گروه 24، تمام گروه های مبارز، وقتی که بهار عربی شد در مصر، در تونس، در سوریه، در تمام دنیا چقدر اپوزیسیون تمام ملت ها در دنیا روحیه گرفتند. اما وقتی که این بهار عربی شکست خورد، وقتی که انقلاب ها یکی پس دیگر شکست میخورند، وقتی که کشورهای دموکراتی شکست میخورند،
در عوض آن مثلا خودکامه ها سر قدرت می آیند، خواهیم نخواهیم دوستان عزیز این به ما تاثیر میرساند، تاثیر روانی میرساند، تاثیر اون موتیواسیون رو از بین میبرد، کمتر میکند. بنابر همین آن چیزی که الان در سوریه رخ داده ایستاده است و من میدونم که خیلی از کسانی که با تقاضای زمان یا با نظرداشت منافعی مثلا گروهی حالا به هر دلیل دیگر امروز در پهلوی دیکتاتورها قرار گرفتند و برای این دلیل میتراشند برای خود، مثلا میان جنگ فلسطین و غزه را مثال میارن، اسرائیل را مثال میارن، یک مسئله های پیچیده جهانی و گلوبالی را میخواهند دلیل نشان بدهند. دوستان عزیز وقتی این گونه به هم پیچاندن قضیه ها وقتی آن که گذشته است دیگر این زمان، شما مثلا من 100% در قضیه اسرائیل و فلسطین تمامی مبارزان با فلسطین با غزه هستند، اصلا در این شک نکنید. اما این هیچ ربطی به بشار اسد ندارد، این هیچ ربطی به قضیه اوکراین و روسیه ندارد، این هیچ ربطی به بحث ما با امام علی رحمان ندارد. اینا رو هر کدامش رو در جای خود، این هر پرونده رو در جای خود باید بحث و بررسی کرد و نباید اجازه داد که بعضی ها بیان اینا رو همه رو با هم قاطی کنن در یک سبد و بیان مثلا بعد فقط برای آن که مثلا در یک جای ولی واقعا بشار اسد در یک جای با اسرائیل دشمنی دارد، من در این شک ندارم. اما این برای من دلیل شده نمیتواند که بشار اسد در یک پروژه بر ضد اسرائیل بودن یا حتی از حماس و از فلسطین کمک کردنش من بیایم جنایت هایی که بر ضد ملت خودش صادر کرده است و اون مبارزه ملت سوریه را برای آزادیش رو من کنار بگذارم و این را نادیده بگیرم. نه، اون مسئولیتی را که در برابر مردم فلسطین بشار اسد انجام داد خوشا به حالش، این را تعریف میکنم. اما من باوری دارم که اگر مردم سوریه پیروز شود، این نیروهای مبارز در سوریه پیروز شوند، کمک آنها به فلسطین و به غزه دهچند خواهد شد، حداقل از بشار اسد کمتر نخواهد بود. همون طوری که در سراسر دنیا اگر دیگر نیروهای مبارز مسلمان پیروز شوند. اما من میدونم که در اوکراین مثلا اگر روسیه شکست بخورد و زلنسکی پیروز شود 100% در پهلوی اسرائیل قرار خواهد گرفت. من این رو 100% میدونم. اما این معنی نیست که فقط برای آن که مثلا پیروزی زلنسکی در این جنگ علیه روسیه به نفع اسرائیل می شود من مسئله های دیگر رو کنار بگذارم، مثلا مسئله تاجیکستان رو کنار بگذارم، چون من میدونم که پیروزی ما در تاجیکستان و پیروزی تمام ملت های مظلوم به شکست روسیه در مقابل اوکراین ربط دارد. من منفیت خودم رو، منفیت ملت و دولتم رو، منفیت مسلمان های تاجیکستان رو به هیچ وجه بالاتر از مسلمان های خاورمیانه نخواهم گذاشت. من این رو آشکار میگم. اگر بینم که منفیت ما در آن است که در اینجا مثلا قضیه اوکراین و روسیه به این شکل حل شود 100% من با این قضیه خواهم بود. اگر من بینم که در سوریه شکست یک دیکتاتور به نفع ما هست من 100% جانبدار شکست این دیکتاتور خواهم بود، اگرچه میدونم که همین دیکتاتور در بعضی مسئله ها مثلا به فلسطین کمک کرده است. خب کمک کرده است، خوشو به حالش. حالا منفیت های سیاسیش همین رو تقاضا میکرد یا وجداناً ایماناً این کار رو میکرد، جای خودش، این هیچ ربطی با ما ندارد. و من در جایی که مثلا فقط به خاطر آن که اسرائیل از اوکراین پشتیبانی میکند، اوکراین که منم پشتیبانش هستم، من هیچ وقت جنایت های نتانیاهو و حکومت اسرائیل را در برابر مردم فلسطین و غزه و خاورمیانه من نادیده نخواهم گرفت. یعنی فقط به خاطر آن که مثلا اسرائیل پشتیبانی اوکراین است من بیام پشتیبانی از سیاست های یا جنایت های نتانیاهو که حتی دادگاه بین المللی او را جنایتکار خوانده است، من بیام پشتیبانی کنم؟ به هیچ وجه. بنابراین دوستان عزیز، به خصوص بینندگان کانال پیمان لایف و کسانی که در پیمان ملی تاجیکستان ما را میبینند میشنوند، ما دیگر گمراه نشویم، فریب این گونه شعارها را در سطح جهانی دیگر نخوریم و این دروغ است که جهان در دو قطب تقسیم شده است و شمال و جنوب، غرب و شرق. نه، هر یک کشور
در همین غرب هم دنبال منفعت‌های خودش است. امریکا هم، کشورهای آمریکای لاتین هم، کشورهای اروپایی هم، روسیه هم، ترکیه هم، ایران هم، افغانستان هم، اسرائیل هم، کشورهای آفریقایی هم، همه دنبال منفعت‌های خودش است. همه حزب و حرکت‌ها اسلامی هم غیر اسلامی هم دنبال منفعت‌های خودشون است. ما تا اگر منفعت‌های خودمون رو، منفعت‌های ملیمون رو، دولتیمون رو و منفعت‌های اپوزیسیون تاجیک رو که اکثریتش از مسلمان‌ها و گروه‌های اسلامی عبارتند، اگر بالاتر از منفعت‌های امریکا و اسرائیل و اوکراین و روسیه و ترکیه و ایران و افغانستان و نمیدونم حزب و حرکت‌های دیگر، حتی حزب الله و حماس و بسیار از حزب و حرکت‌های مظلوم دیگر نمانیم، به هیچ وجه به پیروزی نخواهیم رسید. همون طوری که اونها فقط در حق ما دعا میکنن، همین دیگر ملت‌ها و گروه‌های مظلوم هم در حق ما دعا میکنن، گاه گاه در نمازهایشون، در کدام اینترویو، در مسائل در حقیقت واقعا در فکر ما هستن. ما هم وظیفه خودمون میدونیم که با اون مقداری که از دستمون میآید، با سخن، با زبان، با قلم، اگر نتوانستیم، همون حدیث شریف است که یعنی ضعیفترین ایمان هم است که با قلب اون رو باید محکوم کرد یا در حقش دعا کرد، اون کار رو میکنیم. اما منفعت‌های ملت و کشور و مبارزه خودمون باید در جای اول باشد و اگر کسی با این سیاست موافق است، پس همراه ما با سیاست‌های ما موافق است. اگر کسی میگه که نه ما در این مسئله نظری دیگر داریم، شما در پیمان ملی اشتباه میکنید، ما میگیم که با کمال احترام به نظر شما میتوانید سیاست‌های خود را دنباله‌گیری کنید، اما این دیگر هیچ ربطی به پیمان ملی به نهضت اسلامی تاجیکستان ندارد. زنده و سلامت باشید استاد. استاد عزیز، خیلی سوال ها بسیار است، شما را هم دیگر وقتتون بسیار نمیگیرم. قریب 1.5 ساعت شد، 1.5 ساعت زیادتر شد برنامه ما. سوال های باقی را به برنامه دیگر میگذاریم با اجازتان. برای امروزه صحبتتون که خیلی جالب بود و خیلی با روشنی ها آورد به بعض قضیه ها، از شما منتظر میگیرم، هم از نام خودم و هم از نام تماشابینان، و امیدوارم که این خیلی صحبت ها، این خیلی بحث های آشکار و به سنزور گریم با در دیگر برنامه ها نیز دوام میدیم. باقی خداوند نگهبانتان باشد استاد. هزار رحمت. سلامت باشید سلیم جان. واقعا منم طرفدار آن هستم که ما بیشتر در این موضوعهای بسیار مهم ملی و اسلامی و دولتی هم صحبت کنیم، درباره منطقه، درباره آنکه در دنیا چی میگذرد. من میدونم خیلی از موضوعهای دیگری مهم است که شاید بینندگان شما، شاید اعضایان پیمان ملی نهضت اسلامی تاجیکستان اینا منتظر هستن که ما در این باره نظر خودمون رو بگیم. منم حتما آماده چنین صحبت ها هستم، فقط اینکه ما زیاد داده نشویم به این موضوع های موقتی روز و بیشتر بیایم در اطراف مسئله های ملی و اون چیزی که به ما ربط دارد صحبت کنیم. من 100% مطمئنم که مثلا اون چیزی که امروز در سوریه میگذرد به موضوع ملت ما، چون که در اونجا شهروندان تاجیکستان هم هستن، خیلی ربط دارد. حتی من اون قضیه امروزه سوریه را برای تاجیکستان و برای ما تاجیکان از قضیه اوکراین هم بیشتر میدونم. در همین شب و روز میتواند بعد یک هفته، بعد یک ماه باز این اولویتش پایینتر برود و این قضیه اوکراین خواهیم نخواهیم چون به منطقه ما نزدیکتر است، اولویت بیشتر خواهد داشت. اما در همین شب و روز خیلی به ملت ما، با کشور ما ربط دارد، هم به خاطر آن که در اونجا تاجیکان هستند، هم به خاطر آن است که در اون قضیه سوریه وضعیت چندین دیکتاتوری دیگر در مثلا روسیه و در تاجیکستان و در جای دیگر ربط دارد. این رو باید ما با این را باید بها بدهیم. و ببینید غلبه ترامپ در انتخابات امریکا در اروپا به قدرت آیسته آیسته به اثر قدرت آمدن نیروهایی که تقریبا مثل ترامپ فکر میکنن و نتیجه جنگ روسیه و اوکراین که احتمال زیاد دارد در آینده نزدیک ما شاهد یک روند مذاکرات و صلح و یک ختم جنگ شویم.
جنگ اسرائیل با غزه، جنگ اسرائیل با حزب الله، این سازشنامه آتش بسی که بین حزب الله و اسرائیل شد و این حالا معلوم نیست که جنگ اسرائیل اکنون با غزه چی به کجا میکشد. معلوم نیست که مناسبت اسرائیل با ایران یا ایران با اسرائیل به کجا میکشد و این حادثه سوریه به چی می انجامد. ما در یک میدونه در یک مرحله بسیار حساس و به گفت روسا بسیار اینترسنی زندگی کرده شدیم که در مجموع همه این به وضعیت ما در تاجیکستان تأثیر خواهد رساند و ما نمیتونیم نادیده بگیریم، نمیتونیم مثل یک تماشابین فقط مثل یک تحلیلگر رفتار کنیم. باید که نبض این حادثه ها را در دست داشت و سیاست های خود را، برنامه های خود را مطابق به همین وضعیت ها، به همین واقعیت ها باید که طراحی کرد و همیشه آماده بود که یک برنامه که تا دیروز داشتیم میتواند فردا تغییر یابد، چون واقعیت ها تغییر میابند. مثلا اگر جنگ روسیه و اوکراین خاتمه پیدا کند و مذاکرات آغاز شود، این به برنامه ما تاثیر خواهد رساند 100%. وضعیت افغانستان، من اون جمله را تکمیل کنم، وضعیت افغانستان اگر طالبان را روسیه اعتراف کند، از روی خط تروریستی برآورد، تاجیکستان را مجبور کند که رابطه‌های بهتر داشته باشد، این به سیاست‌های ما تاثیر خواهد رساند. اگر در سوریه حادثه به همین سمت ادامه پیدا کند، حالا معلوم نیست، من احتمال زیاد میدیم که این پیروزی‌های مردم سوریه ادامه پیدا کند و احتمال هم میدیم که ما نباید قدرت و توانمندی سوریه و روسیه، ایران اگر وارد قضیه شود، ببینید ایران وقتی که اراده کرد در وقتش بشار اسد را نجات داد و میتواند ایران این کار را بار دیگر کند. ایران اراده کرد داعش را از بین برد، ایران اراده کرد و ایران کارهای مثبت و خوبی را در منطقه انجام داد. اگرچه من در مسئله نجات دادن دیکتاتور مثل بشار اسد ملاحظه دارم، اما اون که کاری که در برابر داعش کرد 100% کاری مثبت بود. این را حتی میتوان گفت نه تنها خدمت به اسلام، خدمت به بشریت بود. ولی فکر نکنم که ایران مثلا حالا گرفتار برنامه هسته‌ای است و با اسرائیل مثلا مشکلی دارد و قضیه حزب الله و غزه در اونجا گرفتار هست و نمیتواند در سوریه کاری کند. نه، من به این فکر راضی نیستم و بنابر همین البته امید دارم که دیگر از پشتیبانی بشار اسد ایران دست میبردارد و تمرکز میکند بالای قضیه فلسطین و قضیه های داخلی ایران. اما باز دیگر این سیاست های بین المللی، یک کشور است، کشوری مستقل است، کشوری با ما دوست است، منظورم هم با تاجیکستان و هم با اپوزیسیون تاجیک. اگر این کار را کرد ما خیلی خرسند میشویم، جانبداری میکنیم. اگر که نکرد خود میگیم بالاخره سیاست داخلی یک کشور است. منظورم چی است از این صحبت ها؟ منظورم این است که ما در نهایت کار هم تحت تاثیر این حادثه از انتخابات امریکا شروع کرده، آمدن ترامپ شروع کرده تا وضعیت طالبان و افغانستان تحت تاثیر این قرار خواهیم گرفت. ولی از طرف دیگر باید از این حالت تماشا و تحلیل و نظر دادن بیرون آمد و نمیگم که ما یک بازیگر در منطقه خواهیم بود. اصلا این حرفای دور از واقعیت رو باید کنار گذاشت، اما باید حداقل تلاش کرد که از این واقعیت ها دور نبود و سیاست های خود را، برنامه های خود را با این واقعیت های هر روز عوض شونده سازگار کرد، مناسب کرد و یعنی از این واقعیت های منطقه و جهان دور نافتاد. من مطمئنم که این تحولاتی که در جهان و منطقه شده ایستاده است در آینده نزدیک یک تأثیر خود را در منطقه ما هم خواهد رساند و ملت تاجیک، نیروهای اپوزیسیونی باید آماده این تغییرات هم باشند.